بابام زیاد سواد نداشت ولی خوب حرفایی میزن. میگفت مثل گندم باش، میره زیر خاک دست پر و خوشه خوشه میاد بیرون، میره زیر سنگ آرد میشه و قیمت پیدا میکنه، میره تو دل آتیش نون میشه و میشه برکت سفرت، میره زیر دندونت قوت جون تو تنت میشه. حرف اینه که ذات باید ارزشمند باشه. خدا بیامرزه بابامو، خوب حرفایی میزن. آقا میگفت یه پولداری وقتی فقیر میشه تا 20 سال بوی پول میده، اما یه تازه به دورون رسیده وقتی به پول میرسه تا 20 سال بوی عقده هاشو میده. اصالت باید تو خونت باشه، خریدنی نیست، باید تو خونت باشه. وای اگر مرد گدا یک شب سلطان بشود، مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود.